لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. آیه که اینجا نوشته شده بود همین تلاوت شد. بنازیم بر پروردگار، بر خدای مهربان، بر خدای کریم و رحیم که همه این حضور شما مردم عزیز و ارزشمند، شما سروران و برادران، شما علمای گرامی و اعزا، شما تحصیل کردگان و دانشگاهیان و فرهیختگان و شما معتمدین و ریش سفیدان، شما مسئولان و همه طبقات مختلف، شما خواهران و مادران، همه این حضور فرشور و حضور با علاقه و با عشق و محبت از راههای دور و نزدیک، همه اینها رحمت پروردگار است. این رحمت رب العالمین است. و نماز مغرب گزارش دادن که تمام این خیابانهای اطراف و پارکینگی که جلوی عیدگاه هست و محل نماز هست همه مملو از جمعیتن و سب بستن برای نماز. و خواهران محترم خیابان خیام را گرفتن و مسجد و جایی که تعیین شده مملو از جمعیت هست. همه اینها به امید پروردگار هست، به امید رحمت الهی هست و همه اینها در راستای خدا طلبی هست و خداجویی هست و گرایش دینی و همه اینها در راستای بیداری اسلامی است. بیداری دینی هست، دین خواهی و دین طلبی هست. و این برای شما حضار گرامی، شنوندگان گرامی، برای شما مبارک هست و این حضور الله تعالی به بارگاه خودش بپذیرد و رحمت خاص خودش را و فیضهای غیبی خودش را، سکینه را الله تعالی بر همه ما نازل بفرماید و دلها را الله رب العزت مالامال از محبت خود و محبت دین و محبت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بگردانه و الله تعالی هدایتش را بر من نازل بکنه و خیر دنیا و آخرت را نصیب همه ما بگرداند. من بنده به هر حال یک نکته خدمت شما عرض می کنم که اگر اینجا شما حول و حوش مکی چیزی می بینید
اینها همه نتیجه دعای حضرت مولانا عبدالعزیز رحمه الله و اخلاص حضرت مولانا که اساسی را که مولانا گذاشتند بر روی اخلاص گذاشتند. گمان ما همینه، ظن و اعتقاد ما همینه و که حضرت مولانا این اساس را بر تقوا گذاشتند، بر اخلاص گذاشتند، گریه کردند و دعا کردند، هم در اینجا و هم در سارای حرفات که سالانه حج می رفتند برای مدرسه مخصوصا و مدارس دینی عموما دعا می کردند. نتیجه دعای حضرت مولانا، نتیجه اخلاص حضرت مولانا و نتیجه زحمت و اخلاص همکاران گرامیمان هست. و شاید دوستان به من چیزی باز نسبت بدهند و در واقع همه فضل الهیه و اخلاص و للهیت حضرت مولانا عبدالعزیز رحمه الله تعالی تقوایشان است و همکاری و تلاش و زحمت همکاران عزیزمان. چنانچه برای این جلسه هم همین عزیزان زحمت کشیدند و مردم عزیزی که حمایت کردند از این مدرسه، مردم عزیز زاهدان و نه تنها زاهدان، همه مردم عزیزی که از هر جای شما مردم عزیز دعا می کنید که بالاترین مساعدت هست، همکاری داری و بعضی عزیزان مساعدت مالی هم دارند و لحظه نتیجه این خیر و این زحمت برمیگرده به شما. و من یک بالاخره فرد عادی هستم در میان شما و الله تعالی از من ستاری کرده و ستر من به فضلش پوشیده و گمانی که شما دارید حسن نیت شما هست و نیت خیر شما هست، ولی هر کسی خودش را خود بهتر می‌داند. من زبان تشکر ندارم از علمای عزیز و نمیتوانم نام ببرم، برای اینکه ماشاءالله جمعیت علما موج میزنه، همچنان مسئولین امر و نمایندگان محترم مجلس، معتمدین و ریش سفیدان. و اجازه بدید از دو نماینده نام ببرن که صبح نبودن، صبح چون در تشکر مقداری نام برده شد. جناب آقای دکتر امینی فرد نماینده محترم ایران شهر و جناب آقای ایران نژاد نماینده محترم چابهار و کنارک و نیک شهر و جناب آقای دکتر عبدالرحیم مدیر عامل منطقه آزاد چابهار و دیگر عزیزانی که تشریف دارند. بنده خوش آمد عرض کنم خدمت این عزیزان، همه شما مردم عزیزی که تشریف آوردید و از همه شما قدردانی می کنم و جزای خیر شما را و پاداش شما را که شکر اصلی هست رب العالمین انشاءالله خواهد داد. بنده عرایزم را در پایان به چند بخش تقسیم کردم و مختصری عرایزم و ما میخوایم شما را زود مرخص کنیم و یه جوایز صورت بگیره و طولانی نشه. اراده بر همینه، دیگه برنامه ما نداریم و واقعا من عذرخواهی میکنم، اینجا سخنران موجوده، علما موجوده و همه اینها گوینده هستند و واعظان، اما به هر حال فرصت کمه و جمعیت سنگینه و ما باید این جمعیت سنگین زودتر آزاد کنیم که در اینها ضعیف و عاجز و ناتوان زیاد هست و ما عذرخواهی میکنیم و آنچه که شما میخواهید بگید، ناگفته های شما را الله تعالی در دل مردم بیاندازه، دل خیر را در دل همه ما بیاندازد و همه ما را الله هدایت بکند. عزیزان من، ما در عصر زندگی میکنیم که عصر پیشرفت هست و عصر ترقی و عصر بالندگی هست در عرصه دنیا، در عرصه مادیات و دنیا همه افتخار داره و افتخار می کند، می بالد، می نازد
بر این پیشرفت که پیشرفت داشته است و اونا افتخار میکنن بر ما ملت مسلمان که ما پیشرفته اونها را نداشتیم. البته اسلام مخالف به این پیشرفت نیست و ما هم به این پیشرفت تشویق میکنیم و هم برای پیشرفت در عرصه مادیات و دنیا دعای خیر هم میکنیم. اما نکته که قابل ذکر است اینه که دنیا واقعا پیشرفت کرده در عرصه مادیات، در عرصه تکنولوژی و در عرصه صنعت و واقعا دنیا بسیاری هست که ادعای توسعه یافتگی دارند و واقعا توسعه حاصل کردن در بخش‌های مختلف. اما عزیزان من، یک نقص بزرگی که در دنیا موجوده اینه که این تو همه این پیشرفت‌ها و همه این ترقی در بعد مادیات هست و در بعد همه زندگی دنیای. اما بشر در عرصه ایمان، در عرصه اخلاق، در عرصه خداشناسی، در عرصه خداپرستی، در عرصه خودشناسی و در عرصه تزکیه و اصلاح نفس خود بشر پیشرفتی نداشته. بشر امروز، جامعه امروز در بخش اخلاق افت کرده و امروز جامعه بشری و انسانی در مهلکه سرازیری داره، به فرطگاه عذاب و به فرطگاه ذلت و شکست روبرو هست، به خاطر آنکه اخلاقش را نساخته، به خاطر آنکه ایمان در قلبش وجود نداره، خدا در قلبش نیست، خودش را نساخته و خودش را اصلاح نکرده و خودش را تزکیه نکرده است. مملوء دلش از غرور و از تکبر و از هواپرستی و از نفس پرستی و از حسد و کینه و از عداوت و دشمنی دلش پره. دلش پر از حب مال و حب جاه و دلش پر از خودخواهی. این بشر در عرصه عزیزان من خودسازی نتوانسته قدم برداره، اخلاقش را نتوانسته بسازه و اخلاق زیبای در خودش جا بده. رذایل اخلاقی و فستی های اخلاق در دلهای بشر امروز موج میزنه. اما مکارم اخلاقی، او اخلاقی که انبیا درس دادن، انبیا تعلیم دادن، اون فروژه اخلاقی که محمد رسول الله او را به پای تکمیل رساند که فرمودن بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من الله فرستاده است تا من فروژه اخلاق را به پای تکمیل برسانم و اخلاقیات را. و آن حضرت به پای کمال رسون. همه انبیا این درس دادن و اما کاملش را آن حضرت صلی الله علیه وسلم داد. بشر از این درس بیگانه هست و با این درس آشنایی ندارد. دلش هم سیاه، سینه‌اش هم سیاه و صورتش هم از لحاظ معنوی سیاه است و زیبایی ایمانی و زیبایی دینی و زیبایی نماز در چهرهش نیامده است. لحاظ عزیزان من، بالاترین سرمایه برای بشر و انسان پیشرفت تنها در عرصه های دنیوی نیست و مادی نیست، بلکه بالاترین پیشرفت و بالاترین ترقی در عرصه خودسازیه و در اینکه انسان خودش را بسازه، از لحاظ اخلاق ساخته بشه، از لحاظ علم ساخته بشه، از لحاظ خداشناسی ساخته بشه، از لحاظ ایمان و اعتقاد که به الله تعالی داشته باشه ساخته بشه. و انسان اگر ساخته بشه، انسان میشه گوهری ارزشمند میشه، گوهر قیمتی میشه. آنجایی که دنیای انسان ویل میکنه و انسان از دنیا فاصله میگیره و دنیا را پشت میکنه به دنیا و به سمت الله رب العزت میرود، این معنویت به او همراه است، این خداشناسی، این محبت خدا، این دوستی خدا و این اخلاق، این تقوا به بشر همراهه. و بشر اگر از لحاظ اخلاقی ساخته بشه، پرواز میکنه به سوی پروردگار و به قرب خدا میرسه، به نزدیک خدا میرسد.
ولهذا عزیزان من، سرمایه‌ای که الله به من و شما داده است و من و شما داره، این سرمایه ایمانه که همه دنیا در مقابل این عزیزان من سرمایه ناچیز است. ایمان بالاترین سرمایه. وقتی می آید توی زندگی تحول می آورد توی زندگی که بخشی از این تحولات عزیز من جناب مفتی صاحب مولانا محمد قاسم حفظه الله بیان کرده. ایمان وقتی می آید انقلاب میاره در انسان، تحول میارد، جهت انسان عوض میکنه، رخ انسان عوض میکنه و انسان ارتباط پیدا میکنه با پروردگار، در رابطه میشه با الله سبحانه و تعالی. وقتی که ایمان در دل انسان میآید، وقتی ایمان آمد در صدر اسلام، چه در دور ایمان و عصر ایمان که عصر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هست، چه تحولاتی در مکه مکرمه آمد، در مدینه منوره، در جزیره العرب چه تحولات ایمان آمد. ایمان وقتی آمد عزیزان زندگی ها را عوض کرد، زندگی بشر عوض کرد، زندگی انسان عوض کرد. زندگی عزیزان من چنان عوض شد که حتی همون سرزمین هم عوض شد، برکات آمد بر زمین و زمین چهرهش عوض شد. او زمینی که بر او بت پرستی میکردن، شرک میکردن، انسان میکشتن، خون میریختن که خود شهر مدینه یک کشتارگاه بود که اوس و خزرج 120 سال با هم جنگیدن. اما وقتی دور ایمان آمد و وقتی وحی نازل شد، وقتی رسول مکرم اسلام آمد، امام النبیین آمد، امام المتقین آمد، امام المرسلین آمد، امام المؤمنین آمد، چه تحولات صورت گرفت. و عصر صحابه سروران گرامی برای ما بهترین الگوه، بهترین نمونه که صحابه کرام رضوان الله تعالی المجمعین از کجا به کجا رسیدن که امروز وقتی قرآن تلاوت میکنیم الله اعلام رضایت میکنه از صحابه. صحابه الله راضی شد و اونها را مقام داد، اونها را درجه داد، اونها بهترین امتن. به تعبیر حضرت مولانا عبدالعزیز رحمه الله تعالی استاد و مرشد همه ما که میفرمود از زیر آسمان و بالای این زمین هیچ مخلوقی بعد از انبیاء الله تعالی خلق نکرده است که بالاتر از صحابه کرام رضوان الله تعالی مجمعین باشد. این صحابه، این اهل بیت نبی صلی الله علیه وسلم، خصوصا او اهل بیت که هم اهل بیتند هم صحابان، همان حضرت را زیارت کردن، چه مقامی داشتن، چه درجه داشتن. این درجه از درجه ایمانه، این درجه تقوای خدا ترسیه و فرهیزگاریه. ولهذا این دو مطلب را بند خدمت شما عرض دارم که سرمایه ایمان بالاترین سرمایه است و سرمایه تقوا، سرمایه خدا ترسی، سرمایه پرهیزگاری، این بالاترین سرمایه است. به قرآن وقتی تلاوت میکنیم چقدر ایمان مطرحه، چقدر تقوا مطرح است. از اول قرآن که بعد از سوره فاتحه سوره بقره شروع می شود، قرآن می فرماید هدی للمتقین. قرآن هدایت برای آنانی که خوف خدا دارند و برای آنهایی که استعداد و صلاحیت فرهیزگاریشون را از دست ندادند. قرآن برای اون هدایت است. قرآن هدایت برای پرهیزگاران. و قرآن تلاوت کنید چقدر الله تقوا را ذکر میکنه و به تقوا صحه میگذاره و تایید میکنه و تاکید میکنه و به تقوا دعوت میده و میگه با متقین هست و جنت جای پرهیزگاران و متقینه. تقوا بالا زیباترین لباسه، زیباترین سرمایه ایمان، بالاترین سرمایه. این سرمایه را الله سبحانه و تعالی به شما داده است. اینها سروران گرامی، اینها اون چیزی هستند که جامعه را توسعه یافته میکنند، جامعه را پاک میکنند، جامعه را پرهیخته میکنند و جامعه را به الله تعالی میرسانند. دید جامعه را وسیع میکنند، سه صدر عنایت میشه و اینها هستند که انسان را انسان میکنند و انسان خلیفه خدا میگردانند.
این صفاتای زیبا، این صفاتای بزرگ، این قرآن عظیم الشان اگر دنیا امروز افتخار داره بر پیشرفت در عرصه های علمی که ما هم باید در عرصه علمی پیشرفت بکنیم و از دنیا تا جلو هم بریم، ولی دنیا بدونه که ما سرمایه داریم که قرآن عظیم الشانه و علم شریعت، علم دین، یک علم به ما الله داده است که اونها ندارن، که این علم چه اندازه علم بزرگی است و چه اندازه علم عظیمی است. نیازه برای بشر، انسانایی که میخواهند خود را بسازند، به الله برسند، به جنت فردوس برسند، انسان حقیقی و واقعی بشند، خلیفت الله فی الارض بشند. این علم نیازه برای انسان. هم علم را ما نیاز داریم که دنیای ما را بسازیم و در عرصه مادیات که مادیات برای ما الله ساخته او را هم بسازیم، دنیا را تسخیر کنیم. و هم ما نیاز داریم به یک علمی که نفس تسخیر بکنیم، نفس اصلاح بکنیم، خودمون اصلاح بکنیم، خودمون بسازیم، خودمون تعمیر بکنیم و ما بشیم فرهیخته معنوی و ظاهری و بتوانیم به الله برسیم و آخرت، سعادت آخرت کسب بکنیم. فردا گرفتار عذاب جهنم نشیم، فردا گرفتار عذاب قبر نشیم و در دنیا هم گرفتار عذابهای دنیا نشویم. همانطور که متکبران شدند، همانطور که نافرمانان شدند، همانطور که فرعون و هامان و ابو جهل و ابو لهب و قوم عاد و ثمود و قوم لوط و قوم های مختلف دنیا در اثر نافرمانی خدا به عذاب گرفتار شدن. ما به عذاب گرفتار نشیم، با قهر رب العالمین و غضب الهی و عذاب الهی مواجه نشیم، دشمن خدا قرار نگیریم. همین انسانا که من عرض میکنم که ادعایی همه ادعا را دارند امروز و احساس برتری میکنند بر دیگران، همین انسانا دشمن خدای عزوجل. الله اینها را دشمن خود مینامد، الله اینها را میفرورانه، الله اینها را میده، میریزه دنیا بر سر اینها تا چنان مشغول باشند و گرفتار باشند با این دنیا که دیگه فرصتی نکنند برای فکر نکنند برای آخرت خودشون، چرا که استعداد آخرت از دست، هدایت از دست دادند و بخورند در دنیا. و الله تعالی می فرمایند یأکلون کما تأکل الانعام، چنان میخورند که دامها میخورند. و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مسوی لهم، جهنم الله می فرماید جای اینهاست. اینایی که امروز بسیاری میبینند و بسیاری میگن که کاش ما به جای اینها بودیم از مسلمانان، و لحاظ اینا کسانی که الله اینها را میگه مثل چارپا میخورند، مثل حیوان میخورند و جهنم جای اینهاست. لحاظ عزیزان نقطه مهم اینه که ایمان در دل ما قرار بگیره، پرهیزگاری صفت ما بشه که ما این پرهیزگاری رو در زندگیمون داشته باشیم. بهترین لباس لباس پرهیزگاریه و ما راه پرهیزگاران ببینیم. این ایمان، این پرهیزگاری به معنی این که خدا را نافرمانی نکنیم، همه دستورات خدا را انجام بدیم، اوامر الهی از نماز گرفته، زکات گرفته، روزه و حج گرفته تا همه دستورات پروردگار ما انجام بدیم و حقوق مردم رعایت کنیم، از حق پدر و حق همسر و حق فرزند و حق همسایه گرفته تا برادر و خواهر و خویشاوندان تا همه صاحبان حقوق ما حقوق اینها را رعایت بکنیم. این همه مسیر پرهیزگاریه. پرهیزگاری و تقوا یک لفظ جامعه، یک لفظ بسیار کامل عزیزان من که بسیار گسترده و همه دستورات الهی را شامل میشه که باید ما عمل بکنیم و از تمام گناه ها ما باید پرهیز بکنیم، از غیبت و از دروغ و از تهمت و از مال حرام و از کلاهبرداری و قسم ناجایز و انواع گناه ها و انواع گناه ها و دنیای گناه ها ما پرهیز بکنیم، از حرام و مکروه و همه ما دوری بکنیم و پرهیز بکنیم. این میشه پرهیزگار. پرهیزگار سروران گرامی، پرهیزگاری عنوان خالی نیست، یک واژه تو خالی نیست، یک واژه پر محتوای
جامعه مثل یک کوزه است که دریای آب در او می گنجه و در او جا دارد. و لحاظا پرهیزگار آنی که خلاف نکنه، مخالفت خدا و رسول دست برداره و دوری بکنه از مخالفت دستورات خدا و شریعت اسلام و دین اسلام. و این سرمایه من و شما تقواست، سرمایه من و شما ایمانه، سرمایه من و شما احکام نورانی اسلام، سرمایه من و شما قرآن عظیم الشان، سرمایه من و شما سیرت محمد امین صلی الله علیه وسلم، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اون کسی که دلش تفید برای شما، برای اونایی که بعد از آن حضرت بیایند و آن حضرت دعای خیر کرد و آن حضرت صلی الله علیه وسلم فکرمند بود برای نجات صحابه و برای نجات همه آنهایی که بعد میان تا قیامت، همه مسلمین. و شبا نشست و گریه کرد و گاه غمگین نشست و خود الله تعالی جبرائیل امین فرستاد که برو حبیب من بپرس که چرا نگرانی، چرا غمگینی؟ گو الله بهتر میدانه که من چرا غمگینم و من برای امتم غمگینم، برای امتم نگرانم، برای نجات این امت. و الله تعالی پیام فرستادن به حبیب من بگو که من رضایت تو را در رابطه با امت تو میگیرم. او برای ما غم کشید، او برای ما فکرمند بود، او در حالت غم نشسته بود. قهقه حضرت را که خنده به صدای بلند باشه، اگر جمع بکنن شاید انگشت مار باشند و زیاد نباشند، بسیار محدودند و بیشتر آن حضرت در حالت غم نشسته بودند. غم کشیده برای من و شما و من و شما امروز بی غمیم عزیزان من. برای آخرتمون، برای این دین من و شما غم نمیخوریم و برای مسلمانان امروز من و شما فکرمند نیستیم برای امت حبیب. لحظه این سرمایه من و شما سنت حبیب حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، سیرت بی آلایش و پاک حضرت صلی الله علیه وسلم. ما باید این سیرت در زندگی خودمون بیاریم. ما امروز سروران گرامی بسیار بسیار کوتاهی در ما وجود داره. این سیرتی است، سنتی است عزیزان من که نظیر نداره توی دنیا. شما هیچ رهبری در دنیا، هیچ پیامبری را نمیتوانید پیدا بکنید که سیرتش و سنتش و زندگیش چنان ثبت باشه و در اختیار بشر باشه و انسان باشه که سیرت پاک محمد رسول الله. مسیحیان نتوانستن سیرت حضرت عیسی را حفظ کنند و ضبط کنند و کنترل بکنند و یهودیان سیرت حضرت موسی را نتوانستن نگهداری بکنند. اما سیرت رحمت للعالمین محمد امین امروز در اختیار ماست. در مدارس دینی تدریس میشه، در مکاتب تدریس میشه. زندگی آن حضرت زندگی یک انسانه که دنیا نمیتونه نظیرش را پیش بکنه. دنیا نمیتونه در زندگیش انگشت بگذاره و در زندگیش عیبی باشه. آنهایی که عیب در زندگی آن حضرت صلی الله علیه وسلم میکشند میآورند، اونها نابینا هستند. اونها حسن عیب میبینند، خوبی را بد میبینند و زندگی آن حضرت اونها هیچ عیبی نداشته و سالم ترین زندگی این سنت، این شریعت اسلام، این قرآن عظیم الشان، این احکام نورانی الهیه و این سروران گرامی ایمان هست. سرمایه ایمانه، سرمایه تقواست. این نجات دنیای ماست، سربلندی دنیای ماست، عزت دنیای ماست، مایه بالندگی دنیای ماست و این هم آخرت هست. ما به همه دنیا عرض میکنیم و اعلام میکنیم که آیه دنیا شما بیایید مطالعه بکنید، فکر بکنید به دین اسلام. شما بیایید قرآن تلاوت کنید و فکر کنید کجای قرآن چیزی موجودی که عیب باشه و کسی انگشت بگذار. بیایید زندگی آن حضرت را مطالعه بکنید. از دور دشمنی نکنید با دین اسلام. بغضتون را در دلتون نگاه دارید ولی بیایید دین اسلام را بررسی بکنید. ما را نگاه نکنید، زندگی بنده را نگاه نکنید. چرا که من هنوز نتوانستم همه سنت را در زندگیم
پیاده بکنم و همه دین را در زندگیم پیاده بکنم. اما شما سیرت طیبه آن حضرت را بررسی بکنید که الگوی همه ما تا قیامت است. شما قرآن بررسی کنید که معجزه و معجزه عصر، معجزه قرن و معجزه همه قرون تا قیامت و قرونهای گذشته بوده است. کسی نمیتونه مثلش را بیاورد. این دین بیایید بررسی کنید. شما مردم عزیز، شما مسلمانان روی دینتون فکر کنید چه چیزی من و شما را از دین دور کرده، چه چیزی سبب کوتاهی شده و سبب سستی شده است که من و شما از دین سستی بکنیم و از دین دور باشیم. چه چیزی من و شما را از دین دور کرده است؟ برگردیم به سوی دین. تنها راه نجات همینه که به دین برگردیم. تنها راه نجات همینه که با خدا آشتی بکنیم، بین خودمان و بین پروردگارمون اصلاح کنیم و توبه بکنیم، از طریق توبه رجوع کنیم به سوی دین اسلام و دین اسلام محکم بگیریم، دینمون مضبوط بگیریم، به دین عشق بورزید، به کتاب و سنت عشق بورزید و به خدا و رسول عشق بورزید. این عشق در دلتون بیاورید. این منبع خیر، همه خیر در زندگی. شما دارای تمدنی هستید که به خدا قسم تا قیامت هم مردم هر اندازه ادعا بکنن که ما تمدن خوب داریم، ما در عصر پیشرفت تمدن هستیم، تمدن مانند تمدن شما نمیتونن، فرهنگ مانند فرهنگ شما نمیتونن پیدا بکنن، میراث مانند میراث شما نمیتونن پیدا بکنن. مردم به میراث پدرانشون افتخار میکنن. دنیا الله به شما میراث داده است. این قرآن عظیم الشان، این سنت آن حضرت صلی الله علیه وسلم، این بهترین میراث فرهنگیه، دینی فرهنگیه که شما مثلش را دنیا نمیتونیم پیدا بکنه. به این میراث افتخار بکنیم، به این بنازیم، به این ببالیم، برای این هزینه کنیم، برای این کوشش کنیم و تلاش کنیم و زحمت بکشیم. امروز ما در جهان زندگی میکنیم که الحمدلله اسلام گرایی داره موج میزنه و دین خواهی موج میزنه، هم در جامعه زنان، هم در جامعه جوانان، هم در طبقات مختلف. شما برید توی دنیا الان نگاه کنید، دنیا خیلی تغییر پیدا کرده است. الان حجاب توی دنیا میبینید، توی اروپا میبینید، توی دنیا میبینید، توی ترکیه شما میبینید که حتی ترک او را به اسلام را از ترکیه خارج کرد. اما امروز ببینید که عزیزان ترک، برادران ترک ما چه اندازه به اسلام رجوع کردن و زنان را ببینید که اونجا چه اندازه دارن پوشش اسلامی را رعایت بکنن. کشورهای عربی برید، ایران که خود الحمدلله اینجا حکومت دینی هست و نظام دینی و تغییر اینجا هر کسی ببینید قابل لمس و ملموس است. اما توی همه دنیا امروز تغییرات آمده. امروز وجب به وجب دنیا دین طلبیه، هر اندازه نسبت به اسلام حراسی برنامه ریزی میکنن که از اسلام بترسونن و مردم وحشت بدن از دین. اما مردم گم که این دین اسلام گم کرده همه جهانیانه، گم کرده امریکایی هاست، گم کرده اروپایی هاست و گم کرده روسی ها و چینی ها و مردم شرق و غرب هست. و این حکمت هست و این دانش و این دین خداست و آیین پروردگار هست و نظام الهی برای بشر. و لذا دنیا باید این دین مطالعه بکنه و در رابطه با دین فکر بکنه و من و شما با جان و مال و زندگی باید بر دین سرمایه گذاری بکنه و دین بیاید توی زندگی ما، دین بیاید توی جامعه ما، آیندگان ما، نسل آینده ما متدین بشه، دیندار بشه، خدا فرست بشه، صالح بشه، متقی بشه، پرهیزگار بشه و راه خدا را ببره، هم دنیاش را بسازه و هم آخرتش را بسازه. همه ما باید فکر کنیم این مسئله که تا زمانی که علم روز هم نیاید و فرزندان ما
و نسل جدید ما این علم کسب نکنه، علم داشته نباشن، ما نمیتونیم در رقابت کنیم با دنیا. ما باید با اروپا، با امریکا، با دنیایی که در عرصه های علم روز پیشرفت داره، ما باید با اونها رقابت بکنیم. با ملت های دنیا، با اقوام دنیا ما باید رقابت بکنیم. کشور ما باید با کشور اسلامی با کشورهای دنیا رقابت بکنن و زمان میتوانند که اینها همه فرزندان برن و دانشگاه ها درس بخونن و علم کسب بکنن. با علم میتوانیم ما پیشرفت بکنیم و ترقی بکنیم، هم علم دین و هم علم روز. و من درخواستم همین از شما که انشالله امروز که اینجا الحمدلله صبح داره صحبت می شود و این آخری عرض هست خدمت شما و جنبندی امروز هست که انشالله همه این صحبت ها در این خلاصه میشن که ما باید واقعا زندگیمون عوض کنیم، زندگیمون تغییر بدیم. واقعا ما باید فکر بکنیم، به این حالت نریم، به این حالت زندگی نکنیم. واقعا باید ما فکر کنیم توی زندگیمون و عوض کنیم. ما زندگی آن حضرت را در زندگی خود پیاده بکنیم، زندگی محمد امین صلی الله علیه و سلم را اختیار بکنیم، زندگی قرآن را اختیار بکنیم و قرآن را در زندگی من پیاده بکنیم، شریعت اسلام را پیاده بکنیم و زندگی من تغییر بدیم و زندگی من معطر بکنیم. با خدا باشیم و با خدا زندگی بکنیم و از هجرت کنیم از گناه و هجرت کنیم و جهاد کنیم با نفس اماره خودمون و مجاهد واقعی همانه که با نفس جهاد میکنه و برخلاف میل نفس، برخلاف هواهای ناجایز نفس ما حرکت کنیم و هم جهاد مجاهده بکنیم و کوشش بکنیم و دستورات الله را عمل، هم هجرت و هم جهاد. این هر دو تا در خانه موجودن، در شهر شما موجودن. وقتی شما گناه را ترک بکنید میشی مهاجر واقعی. و المهاجر من هجر ما نهی الله، مهاجر اصلی همونه که گناه را ترک بکنه. و وقتی که شما برخلاف نفس حرکت کردید و نفس را زیر پام لگت مال کردید میشید شما مجاهد میشید. و المجاهد من جاهد نفسه فی طاعت الله. و لحاظا سروران گرامی هم ما این جهاد بکنیم علیه نفس و علیه شیطان و هم هجرت کنیم، گناه را ترک بدیم، گناه صغیر و کبیر را. همه این امروز شبان جهان اسلام چه اندازه گرفتاری، همین اعتیاد چه اندازه گرفتاری بزرگه که این نقشه دشمنان، شوم دشمنان است برای گرفتار کردن مسلمانان به دام اعتیاد، به دام مواد مخدر، گرفتار کردن به مشروبات الکلی، به گرفتار کردن به انواع منکرات و معاصی که امروز دوستان اشاره داشتن همه این نقشه دشمنان است که ما را گرفتار هوا و هوس بکنند و ما که گرفتار هوا و هوس شدیم خود ما شکست خورده میشیم و مسلمانان را از این طریق، از طریق گناه از پا در آوردن و از طریق هواهای نفسانی گرفتار معصیت کردن و از خدا جدا کردن و مسلمانان را زدن و نابود کردن و گذاشتن. و لحاظا ما انشاءالله رجوع کامل به الله، انشاءالله شما همه تون آمادگی دارید که به الله برگردید، هجرت کنید. انشاءالله هجرت واقعی باشه. هجرت یعنی ترک گناه و معصیت و به حرکت کردن به الله. همه ما مسافر به سوی الله باشیم و به سوی الله بریم. و حضرت ابراهیم فرموده اینی مهاجر الی ربی، من هجرت میکنم به سوی پروردگارم. یک هجرت ترک وطن. ابراهیم به شام رفتند از عراق، ولی امام غزالی رحمه الله تعالی معتقده که اینی مهاجر الی ربی. حالا ما بگیم که هر دو باشه. علامه غزالی میفرمه هجرت از همه آنچه که بالاخره اشتباهات و گناه و خطای به سوی الله تعالی. بهرحال انبیا گرچه معصومان ولکن اونم هجرت میکنن به سوی پروردگار. همه ما مهاجر به سوی الله تعالی باشیم و هجرت کنیم به سوی الله و از گناه ها، هواهای نفسانی
کوتاهی و سستی و تقصیر پشت سر بگذاریم، حقوق مردم ادا بکنیم و از حق مردم معافی بخواهیم در گذشته و مردم نرنجونیم و مال مردم، آبروی مردم، خون مردم سنگینه و هیچ وقت به اینها تعرض نکنیم و مال بیت المال، مال مسجد، مال مدرسه، مال بیت المال که در دست دولت هست، مردم که با هم شرکت تشکیل میدن و مال مشترک دارند، اما این امانتند و این سنگینند. و لحظا دومی عرض کردم که ما جهاد کنیم با نفسمون، انشالله همه تون حاضر با نفس جهاد کنید و هجرت به سوی پروردگار بکنید، دیگه آینده انشالله کاهل نمازی نباشه و نماز قضا نکنید و صبح نخوابید. اگر شما صبح خوابیدید و نمازتون قضا شد، لحظه جهاد انجام نگرفته و هجرت هنوز انجام نگرفته. و این یک نکته و در این بخش من مختصر کردم. و لحظه دومی نکته همین بحرانی که امروز در جهان اسلام هست و مشکلاتی که در جهان اسلامه و ما نمیتونیم رد بشیم در چنان جمعی و در چنان اجتماعی که اندیشمندان و علما و دانشگاهیان و طبقات مختلف در اینجا هستند. و لحاظا من جملات شکسته در این باره عرض می کنم و اینه که علاج همه این بحران ها باید اولا آسیب شناسی بشه. ما هم اینا را آسیب شناسی میکنیم و یکی از آسیب ها به مسلمان ها میگیم کوتاهی در عمل، سستی در عمل. ما به عهد شکنی کردیم، وعده خلافی کردیم. وعده شکنی یعنی اینی که با خدا عهد کردیم وقتی کلمه خواندیم لا اله الا الله که به دین خدا عمل میکنیم و خدا را نافرمانی نمیکنیم. و لحاظا توبه و رجوع الله همین مسئله که بنده عرض کردم و صحبت کردم و اینها علاج همین مشکلات و مصائبی که بر مسلمان. اما ما امروز خطاب به دنیا این هست از این تریبون که دنیا امروز چرا اینقدر ناتوانه، چرا اینقدر عاجزه، چرا این بحران ها را، چرا این پدیده های جدید را چرا آسیب شناسی نمی کنه و تا آسیب شناسی نباشه این بحران ها روز به روز اضافه میشه. دنیا میگه ما با افراطگرایی مبارزه میکنیم، ما با تروریسم میجنگیم. آقای ما میگه این جنگ شما با افراطگرایی و با تروریسم نمیتونه نتیجه داشته باشه، برای شما هزینه بره، مشکلات دنیا را بیشتر میکنه، بحرانها گسترده تر میشوند، تعدیدها بیشتر میشه. امروز همه دنیا از این مسائل میترسه و هراس داره و همه دنیا احساس ناامنی میکنه، میترسند از مسئله تروریسم، میترسند از افراطگرایی و مشکلاتی که جهان بشریت با آن مواجه از این هراس دارند. و ما به جهان میگیم که چرا شما انقدر ناتوانید یا قصداً میخواهید که آسیب شناسی نکنید؟ اگر شما آسیب شناسی بکنید میتوانید بحران با قوت و قدرت مهار کنید. شما مگر نمیدانید که ناامنی برای چیه؟ شما نمیدانید که افراطگرایی از کجا سرچشمه گرفتن؟ و خود بنده مخالفم با افراطگرایی و یکی از مخالفانم که حتی علی تهدید اخیر هم به خاطر همین مخالفت بنده است. اما دنیا را میگن چرا شما حقایق نمیبینید؟ چرا شما واقعیت ها را نمیبینید؟ چرا شما حرف زور میزنید و میخواهید متوسل به زور بشید و میخواهید با زور قدرت بزنید؟ افراطگرایی و تندروی و معلول شما میخواهید بزنید با قدرتتون. چرا شما آسیب شناسی نمی کنید؟ شما مگر نمیدانید که مشکلات از کجا سرچشمه گرفتن؟ شما مسئله فلسطین ده ها ساله که فلسطینی گرفتارند و کشته میدن و خانهشون ویران میشه و زندگیشون و یک کشور به نام اسرائیل غصب کرده سرزمین فلسطین را و اشغال کرده و حاضر نیست به گفتمان، حاضر نیست به میز مذاکره، حاضر نیست تن به عدالت بده، حاضر نیست حرف فلسطینی را گوش کنه.
و شما حمایت میکنید. شما حمایت امانتتون این حمایت بیخردانه است و این منطقی نیست و همه حمایتی که این هزینه ها را در دنیا درست کرده. و به هر حال میبینیم توی جهان و میخوانیم میبینیم که افراطگرایی از کجا. روسیه وقتی که شوروی آمد توی افغانستان و شما کشوری را اشغال کردید، شما فکر کردید که اینجا میایید مشکلات درست میکنید. این تروریسم شما درست کردید. لحظه آمدید کشوری را اشغال کردید، این کشور را تارمار کردید، زدید فلسطینی ها را زدید. تو عراق آمدید که ما اینجا میزنیم آب دیکتاتوری را از میبریم و دموکراسی اینجا حاکم میکنیم. ما برای دموکراسی میجنگیم. دموکراسی شما همین شد که ملت عراق تباه کرد و گذاشت. شما بعد از اینکه دیکتاتورا زدید، شما چه کار کردید توی عراق؟ ملت عراق کنار هم قرار دادید. چرا آسیب شناسی نمی کنید؟ چرا افراطگرایی که امروز در عراق، در سوریه، در جای دیگر، شما میدونین از کجا آمدند؟ و افراطگرایی ما ملامت میکنیم، ما سرزنش میدیم، ما افراطگرایی محکوم میکنیم. ولی آسیب شناسی بکنید و شما بیایید سر حرف منطق. شما آمدید یه ملتی را در عراق از حقشون محروم کردید و بالاخره را به حاشیه راندید و بالاخره نتیجهش امروز همینی که شما میبینید. اگر شما ملت عراق کنار هم قرار میدادید و اگر در جاهای دیگه شما همین کارا میکردید، لحاظا این کشورهای امروز با این بحران گرفتار نمی شدن. و شما ملت فلسطین تا امروز هم دست و پا میزنه و هنوز به آزادیش نمیرسه. چرا شما ملت فلسطین آزاد نمی کنید؟ کشور مستقل فلسطین شما تا کی میخواهید به این حالت بمانید؟ شما جهان بحران زده کردید. شما نیامدید آنجایی را که شما گرفتید حکومت ملی تشکیل بدید. حکومت فراگیر اگر شما در عراق تشکیل میدادید، در جای دیگه تشکیل میدادید، این مخالفین کنار هم می نشاندید و اینا را می آمدید و مشترک می کردید، شریک می کردید در قدرت و حق همه را رعایت می کردید، حق اقلیت ها را مراعات می کردید. چرا این افراطگرایی در دنیا به وجود می آمد؟ و الان که وجود آمده، الان باید این مهار بشه. در افغانستان شما ملت افغانستان همه ملت افغانستان هم. اونایی که میگویند باید اسلام اینجا حاکم باشه و ما میخوایم اسلام را نافذ بکنیم و اونهایی که میگویند ما دموکراسی میاریم، هر دو افغان هم. شما چرا از یکی حمایت میکنید و دیگری را با بمب‌های 15 تنی میزنید؟ شما بیایید در میان اینها با اسلام دشمنی نکنید. فمیدونی یکی از آسیب‌های مهم در دنیا دشمنی با اسلامه. شما قرآن سوختید، شما کاریکاتور علیه حضرت رسول بهترین سم کشیدید. شما مسلمان را چرا جریه دار میکنید؟ شما چرا دشمنی با اسلام میکنید؟ آی امریکایی ها، اروپایی ها و شرق، چرا شما مخالفت با اسلام دارید؟ مسلمان ها با مسیحیت دشمنی ندارن، با حضرت عیسی ندارن، با حضرت موسی دشمنی نداریم. احترام قائلیم ما به همه مقدسات دنیا، به احترامی نمی کنیم. قرآن ما را منع کرده است، شما چرا به احترامی میکنید؟ این افراطگرایی درست میکنه. شما استبداد و خودکامگی، حکومتای خودکامه که بر ملتشون ظلم کردن، حرف ملت گوش نکردن، به حرف اونا توجه نکردن، اونا را به زندان انداختن، اونا را زدن. این شد اینها که از زندان بیرون آمدن تکفیری شدند و تندرو شدند و افراطگرایی. گفتم ما جهاد میکنیم. شما آسیب شناسی بکنید. شما اگر آسیب شناسی بکنید، شما میتونید بحران مهار بکنید. تعجب واقعا در این عصر که سازمان ملل این اندازه ناتوانه و سازمان ملل هیچ تأثیر امروز در دنیا نداره، بی تأثیری. شورای امنیت هیچ کاری امروز نمیتونه بکنه، یکی تصمیم میگیره دیگری ویتو میکنه. شورای امنیت با هم اختلاف داره، سازمان ملل هم اینطورن. و این عصر شماست، عصر مایه. چرا توی عصرمون
ما با این ناکامی با بمب سر روبرو میشیم. ولهذا منظورم از این هر صحبتانه که دنیا باید فکر بکنه، دنیا به جای آن که بخواد بمب بریزه و زندگی مردم ویران بکنه و به جنگ تشویق بکنه و لشکر کشی بکنه، دنیا باید حساب بکنه، فکر کنه، آسیب شناسی بکنن و با آسیب شناسی میتوانند واقعیت ها را و حقایق دریابند و به نحو درست عمل بکنند، این بحران را مهار بکنند. این کشورهای مثل یمن، مثل عراق، مثل سوریه و مثل لیبیا و مثل افغانستان و جاهای دیگه مسائلشون حل بکنند. و اگر یک شریعت میخواد چرا شما او را میزنید؟ ملت مسلمان امروز حکومت بر اساس دین میخواهند در خیلی کشور. جایی که دین خواسته شما چرا لشکر کشی میکنید؟ شما چرا مخالفت میکنید با دین؟ و فردا میگه که چرا اینا افراطگرا شده؟ شما مردم عصبانی میکنید. بالاخره کسی که اسلام میخواد اسلام بخواد. اونی که در یک کشور اختلافا ادعا میگن باید اینجا اسلام باشه، ادعا میگن نه دموکراسی باشه، اینا بشینن با هم مسئلهشون حل بکنن. و شما مانجیگری کنید، شما نزنید و دشمنی نکنید با اسلام. دشمنی با اسلام به زیان تو تمام میشود و این هشداری که به شما داده میشه که دشمنی با اسلام یعنی دشمنی با خدا. حالا اگر ما توانایی داشته نباشیم، پروردگار توانایی داره، شما رو میزنه پروردگار. لحظه بگذارید با اسلام، دشمنی با اسلام را کنار بگذارید. شما اگر اسلام نمیخواهید دشمنی با اسلام نکنید، با اسلام نجنگید، در فکر حذف اسلام نباشید. و این پیام ماست و سخن ما با مردم دنیای ما هم دلمون میسوزه برای این کشورها و دست ما چیزی ساخته نمیشه. میدانی در این قسمت نداریم. اگر میدان میداشتیم اینها جمع کردن این مشکلات بسیار ساده و آسانه. همه اختلافات بسیار ساده و آسان میشه جمع کرد، میشه اینها را به میز مذاکره نشان، میشه تقسیم قدرت کرد و میشه حقوق همه اینها را مراعات کرد. و آخری صحبت بنده در رابطه با انتخابات و یک خواسته است که هم من از جامعه اهل سنت مطرح می کنم و یکی از خواسته های مهم جامعه اهل سنت که الان موقع انتخابات و ما باید در انتخابات هم انشاءالله شرکت کنیم، هم انتخابات شوراها و بهترین افراد من رای بدیم. من درخواستم هم از مردم زاهدان و از همه مردم شهرستان ها که آمده اینه که هیچ کسی از خویشاوندش حمایت نکنه، بلکه بین شایسته سالاری باشه. هر کسی شایستگیش بیشتره و تواناییش بیشتره، بتونه شهر بسازه، تخصصش بالاتره، تجربه داره، توانایی داره، دیانت داره و تعهد داره که یک وقت خیانت هم نکنه. اینها کنار هم بشینن، اینها را رای بدید که اینها بتونه شهر را بسازن، روستا را بسازن، برای شما خدمت بکنن. و لحظه این خیلی حیاتی و مهمه که ما از شایستگان جامعه حمایت بکنیم. و دومین نکته در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری که هست که ما به هر حال نگاه کنیم بین کاندیدا که کدوم به نفع کل اول کشور هست و به نفع به هر حال ما هست و مشکلات ما را هم میتونه حل بکنه. یعنی مشکلات اقوام را، مشکلات مذاهب را، مشکلات جامعه اهل سنت را. جامعه اهل سنت هم اقوامان، هر قوم خواسته های جداگانه هم دارن، اما یک سری مشترکات مجموعی بین اهل سنت هست و لحظه این مشکلات هنوز دامنگیر اهل سنت هست و او همینی که اهل سنت میخواهد به عنوان تو ایرانی هست و خود را در همه حقوق مساوی میدانند و نمیپذیرند که شهروند درجه 2 باشند، شهروند درجه 3 باشند. خواسته جامعه اهل سنت اینه که شهروند درجه 1 باشه. این که بعضی مسئولین میگن شهروند درجه 1، این قابل قبول نیست، تعارف هست، عملا باید باشند. 38 سال میگذره از عمر پربرکت نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی
و هنوز اهل سنت در کابینه وزیر نداشتند، هنوز اهل سنت سفیر نداشتند، استاندار نداشتند، معاون وزیر نداشتند. و در حالی که در اهل سنت هم شایستگان است، دانشگاه درس میخونند و شایسته دارند و اگر از اینها انتخاب بشه و انتصاب بشه و به کار گرفته بشوند میتوانند در رده های مختلف اینها میتوانند که بهترین خدمات انجام بدن. اهل سنت الحمدلله خوب عمل کردن. امروز سر ما بلند هست، هم جلوی مقام معظم رهبری و هم جلوی همه مسئولین امر و دولت که الحمدلله خیانت نکردیم ما به وطنمون. این همه دنیا بحران زده و اختلافه و میگه چرا در ایران هیچی نمیشه و لحظه این نه تنها حاکمیت، من صاف بگم حاکمیت حکومت زحمت میکشه و نه تلاش خودشون میکنن برای امنیت، ولی حمایت مردم و همراهی اهل سنت و همکاری اهل سنت در امنیت ملی بسیار تاثیر گذار. ما واقعا سینه سفر کردیم، الا صاف بگیم ما یعنی نه بنده، یعنی مجموعه ما سینه سفر کردیم برای امنیت. ما دست رد به همه کسانی که خواست اینجا نامر بکنم والله دست رد زدیم. ما توطئه های آمریکا را خونسا کردیم، توطئه های هر کسی که اینجا میخواسته، به خدا قسم یه حرف خلاف نیست و ما همه چیز نمیگیم چگونه خونسا کردیم، ولی ما میدونیم، خدای ما میدونه چگونه ما خونسا کردیم. یعنی به هر حال امروز ما الحمدلله کشورمون امنه و این امنیت ما عزتی برای کشور ما و ما عزت وطنمون میخواهیم و لحظه الحمدلله هیچ امروز در اهل سنت کسی نمیتونه حرف بزنه. اهل سنت مشکل نداره و لحظه این اهل سنت باید در انشاءالله دولت آینده در کابینه انشاءالله وزیر داشته باشه، معاون وزیر داشته باشه، سفیر و استاندار داشته باشه و اهل سنت میاین توی صحنه، ما میاییم در انتخابات رای میدیم، اما انتظار داریم. و البته این حرف من بزنم که همه مسائل در دست دولت نیستن و این انتظار و خواسته اصلی ما از نظام جمهوری اسلامی میخواهیم و از شخص مقام معظم رهبری که پدر دلسوز ملت هست و برای همه ملت دل میسوزه. ما از مقام معظم رهبری به عنوان عرض کنم که پیروان ایشان، به عنوان کسانی که از فرمان ایشان تابعداری میکنیم و ایشان رهبر هستند و قائد ما هستند، این درخواست ما است که با فرمانی که فصل الخطاب باشه، به هر حال فرمانشون فصل الخطاب و واجبی که هم عمل بکنن، لحظه ایشون دستور صادر بکنن و تا این مشکلات اهل سنت حل بشه. این یک دغدغه هست که جامعه اهل سنت داره و ما اصل خواهان پست و مقام نیستیم، بلکه خواهان عزت مونه. ما میخوایم توی کشور عزت داشته باشیم، هم توی مدیریت های منطقه‌ای و هم توی مدیریت های کلان کشور و در همه جا ما مشارکت داشته باشیم و تعادل ایجاد بشه و هم ما در 8 سال دفاع مقدس جان دادیم و دفاع کردیم جانانه و در تمام سانه ها حضور داشتیم و در سانه انتخابات هرچی که دیگران تبلیغ کردن حرف اونا را گوش نکردن و بدیم رای دادیم و لحظه به عنوان ایرانی و به عنوان به هر حال اهل وطن انتظار داریم که مشکلات های ما را انشاءالله حل بکنن و دولت از نمایندگان محترم مجلس هم که انصافا این دوره الحمدلله نمایندگان قویتری آمده، الحمدلله گذشته هم خوب بودن و حالا خوبتر هستن و فراکسیونشون خوب فعاله. درخواست داریم که خواسته های اهل سنت که مشکلات قانونی اهل سنت ها پیگیری بکنم. ما این که آنچه که ما آماده ایم و تا اجازه نمیدیم
خشونت در منطقه هست و خشونت را اجازه نمیدیم، ناامنی را اجازه نمیدیم و میخوایم با امنیت زندگی بکنیم، حامی امنیتیم. ولی ما از خواسته های خود بدونن مسئولین امر که دست بردار تا آخر نیستیم. و به خود حق میدیم که توی مجالس ما از طریق رسانه ها و از هر طریق قانونی و راههای بین المللی ما خواهانی هستیم که حق و حقوق ما رعایت بشه، آزادی مذهبی ما تامین بشه. مردم ما توی شهرهای بزرگ هر جای اهل سنت هستن اینا بتونن نماز ادا بکنن، بتونن فرزندانشون رو تعلیم بدن، حقوق قانونی اینا رعایت بشه، اهل سنت به عنوان برادر بدونن. ما میدونیم لایه های فشار سنگین بر مسئولین، لایه های فشار هست که فشار میآوره که اهل سنت به کار نبرید. اما اینا افراطیون در شیعه هم هست که باید اینا مقابله بشن، همانطور که افراطیون اهل سنت ما مقابله کردیم. و الان که شما میشنوید که از رسانه های بین المللی منتشر میشه که تهدید میکنن علمای اهل سنت، به قتل تهدید میکنن و تهدیدات وجود داره. به خاطر همینه که اونا میخوان ناامن بکنن و ما میگن نه، ناامنی اینجا نباید باشه. و روی این هست که این تهدیدات میشه. ما تا اینجا پیش رفتیم که باید همه باور بکنن، الان بدونن که تا سرحدی که الان ما تهدید، همین مجلس ما هم تهدید بوده، ولی با این حال ما معتقدیم که باید امنیت رعایت بشه و ما اجازه نمیدیم اینجا ناامنی را. و ما میخواهیم که از طریق حکمت و از طریق گفتمان و از طریق مذاکره ما مسائل ما را پیشگیری بکنیم، پیگیری بکنیم مسائل. و ما برادری را حفظ میکنیم. اعتقاد داریم که شیعه و سنی هر دو تا مسلمانان و هر دو تا برادران و ما هرگز اجازه نمیدیم تا آنجایی که دست ما باشد که یک موی از سر شیعه کسی بیرون بکنه یا سنی کسی بیرون بکنه. ما انشالله اینجا تا اونجایی که دسترسی یعنی ما، یعنی جامعه ما هست، یعنی علما هست، یعنی سایر کسانی که ما اونها را به اهل سنت خطاب میکنیم، آن است که مرزهای ایرانی حفظ میشن، نام نشن. و ما خواهان امنیتیم، خواهان اخوتیم، خواهان برادریه. دست برادری را هم دراز میکنیم، دست برادری همه را فشار میدیم. و اما این حقوق ما هم انسانیم و نیاز داریم، هم عزت میخواهیم، حرمت میخواهیم، هم آزادی میخواهیم و میخواهیم اینا که قانون اساسی به ما داده تامین بشه. ما هم حقی که قانون، البته یک خواسته هست و او که قانون به ما نداده و ما میگیم که قانون باید اینجا تغییر پیدا بکنه و او مسئله ریاست جمهوری است. و قانون اساسی که گفته ریاست جمهوری مثلا سنی نمیتونه باشه، معتقدیم که این به هر حال خبرگان که اینا بالاخره تصویب کردن، اشتباهی از خبرگان صورت گرفته. بشرا معصوم نبودن. 28 سالی که ما قانون اساسی را تجربه میکنیم. یک قانون از قانونهای خوب دنیا است، ولی توی همین قانون مواردی هست که باید اینا بعد از 28 سال تجربه باید عوض بشه. و یکی همین مورد هست که بالاخره ریاست جمهوری، هر ایرانی میتونه رئیس جمهور باشه. و بالاخره حالا اهل سنت ممکنه راه نیاره، ولی بالاخره ما خواهان آن هستیم که قانون باید اصلاح بشه، چرا که این قانون تفاوت قائله و نباید بین ملت ایران تفاوت باشه و نباید هیچ قانونی توی ایران صف بندی بکنه که این شیعه است و سنیه، این میتونه باشه اون نتونه باشه. در حالت تا این قانون وضع میشه وزیر مشکل نداره و مقامات دیگر مشکل ندارن و مدیریت های ارشد و کلان کشور دیگر به هر حال مشکل نداره و در مراکز قدرت جاهای دیگه هم همین انتظاری که از اهل سنت به کار ببرن. ما به هر حال ایرانیه و
خواهان امنیت، خواهان اخوتی. امنیت میخواهیم، سلامتی میخواهیم انشالله و سربلندی مملکتمون میخواهیم و دل سوزیم. بنده با این حرفایی که مطرح میکنم هیچ غرض خدا شاهده ندارم و هم دولت میدانه، حاکمیت میدانه، هم ملت میدانه، هم شیعه میدانه، هم سنی که دلسوزم و خیرخواهم و میخواهم دلسوز و خیرخواه بمیرم و به هر حال ولی خواهان این آن هستیم که انشاءالله مشکلات حل بشه و ما به حق و حقوق قانونیمون برسیم. و پایان عرایض بنده هست و به هر حال ما یک درودی ختم میکنیم. در انتخابات هم انشاءالله ما صاحبون همینه. من عزیزی را گذشته از بنده سوال کرد که ما به چه کسی رای بدیم. ما گفتیم که برای سینه ها را متر کنید، وجب بکنید سینه کدام وسیع‌تر هست و چه کسی میتونه به هر حال مشکلات ما را حل بکنه، خواستای ما را حل بکنه، مشکلات کشور ما را حل بکنه. انشالله هنوز ما فرصت داریم و لحظه نگاه میکنیم که انشالله به چه کسی رای بدیم و ما امیدواریم که در نهایت ما و ملت ایران به کسی بتوانیم رای بدیم که بتوانه انشالله مشکلات ملت ایران حل بکنه و ما عزت و سربلندی مملکت بشه و اهل سنت که هم یه عضوی از پیکر این ایران اسلامی هستن بتوانه مشکلاتشون حل بکنه. ما اعتقاد داریم که حرمت برادران شیعه را حفظ کنیم و برادران ما هستند و ما به چشم برادری و مسلمان نگاه میکنیم و انتظارمون هم همینه که حرمتای ما حفظ بشه و ما را جامعه شیعه و برادرانمون هم به همین چشم نگاه بکنم. جا داره که بنده شکر و تشکر بکنم از حضرت آیت الله عراقی که از بزرگان هست و در راس مجموع تقریب بین المذاهبی که توسط مقام معظم رهبری تأسیس شده و سالانه ما به جلسه شرکت میکنیم و در راستای مسئله خوبی فکر میکنم که تقریب هست و امروز مهمان بودند و مایه رونق این جلسه شدند از استاندار زحمتکش و سیستان و بلوچستان فرماندار محترم زاهدان که در حال مسئولیت شهر دستشونه و همچنان از عزیزان سپاه پاسداران، سپاه و بسیج و از عزیزان امنیتی من و از عزیزان انتظامی، نظامی و انتظامی از همه شکر گزاری بکنیم که در حال ما را کمک کردن و حالا هم مشغول هم به کمک کردن همکاری کردن با ما و گرچه مشکلات های هنوز هست انشالله و ما امیدواریم که سال آینده برطرف بشن. سال آینده انشالله وعده دادم به ما که مهمان خارجی ما بتوانیم بیاوریم و هم علمای عزیز و دیگر کسانی که بخواهم بیاین همه به راحتی بیان شرکت بکنن. الحمدلله امسال خیلی همکاری بیشتر بوده و الحمدلله بسیاری از مردم که سال گذشته نتوانستن شرکت بکنن امسال آمدن شرکت کردن و ما از این بابت سپاسگزاریم و تشکر میکنیم از مسئولین امر و تشکر میکنیم از نهادها و ارگانها برای همکاری. ما از جوانان عزیز، از مردم عزیز زاهدان و از شما درخواست دارم که برای مردم دعا کنید. شکر گزاریم که فضیله‌ای مهمانان همه بر عهده همین مردم هست و ما هیچی از حوزه اینجا هزینه نمی کنیم. شاید چیزی هم بمانه گاهی برای حوزه ولی ما اعلام میکنیم که یک قطره هم نمانه برای حوزه. شما اول برای مهمانان خرج کنید، اگر چیزی ما به مدرسه به طلاب و مصارف مدرسه خرج میکنیم و گاهی بودی که حتی چیزی مونده ولی الحمدلله همه پذیرایینا مواد غذایی میارن، همه چیز میارن، پول میارن، نقدی میارن و وسایلی که لازم اعلام میکنه میارن و الله این مردم جزای خیر بده و اینا را برکت عنایت بکند. این هم میزبان شما در واقع این مردم هستند و
و این همه این زحمت را نکشیدم. من جا داره تشکر کنم از بخشای مختلفی که اینجا کار کردم، عزیزان انتظاماتم که نظم و انتظامات را به عهده دارند، هم عزیزانی که در بخش پخت و پز زحمت میکشند، هم عزیزانی که در بخش خیرین و زحمت کشیدن، شبانه روزی زحمت کشیدن، و هم در درست کردن جایگاه، درست کردن کل این محل، برق و صوت و آب و همه قسمت‌های مختلف زحمت کشیدن. از این شکرگزار باشیم. و برای اینها عزیزانی که در قسمت ناحیه بهداشت، عزیزانی که در داخل این مجموعه هستند، برای امنیت مراقبت میکنند و در هر ناحیه هستند، در همه را از دعای خیرتون فراموش نکنید و برای همه دعای خیر بشود. و واقعا جا داره که ما بنده تشکر بکنم، هم از استاندار محترم و هم از نماینده محترم ولی فقیه حاج آقای سلیمانی که گرچه اینجا نبودن اما همکارانشون و خودشون در راستای برگزاری این مراسم و همیشه همکاری دارن و از خود صدر نشان میدن. و این مراسم مال همه هست، مال یک کشور خاص و گروه خاص نیست. و این مردم عزیزی که مهمان آمدن واقعا زبان تشکر از اینان نیست و هیچ استانی در اینجا در ایران نیست که از او مردم نیامده باشد. عزیزان ما از کردستان که دو مناطق کردنشین و ارومیه هست و آذربایجان غربی و عرض به حضور شما کرمانشاه هست و خود کردستان و گیلان و گلستان و خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی که نزدیک من هست، هرمزگان، فارس، بوشهر، کرمان، سیستان و بلوچستان و بسیاری اینجا بالاخره از خارج از کشور هستند که به هر حال تشریف آوردند و آمده اینجا شرکت کردند. حالا یا برای بازرگانی کارهای دیگه آمده اینجا شرکت کردند و لحاظا از همه شکر گذاریم، از همه تشکریم، از رحمت تشکر میکنیم، از رحمت پروردگار هست که به هر حال این همه مردم آورده اینجا جمع کرده و ما امیدواریم که مایه رضامندی پروردگار و خوشنودی الله تعالی حاصل بشه و امیدواریم که مایه خرسندی و روح مبارک حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بشه. چرا که وقتی الله تعالی خبر بدم به حضرت از اعمال خوب امت مایه خوشحالی میشه و اگر یک وقتی خبر ناگوار برسه مایه نگرانی میشه و لحظه ما امیدواریم که الله تعالی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم روح آن حضرت را الله تعالی بهترین رحمت و بهترین برکات و بهترین صلات و سلام و بهترین خیر را از این جلسه ما بر ایشان و بر صحابه کرام و اهل بیت اعظام نازل بفرماید. و به هر حال آخرین نقطه سیاست ما در کلی، یعنی سیاست ما یعنی کل جامعه اهل سنت همینه که ما به مسالمت زندگی بکنیم و اخوت و برادری داشته باشیم و حمایت میکنیم از نظام جمهوری اسلامی و که نظامی هست که بر اساس دین پیریزی شده و پیگیری مطالبات هست و پیگیری خواسته ها هست و پیگیری آزادی های قانونی و مذهبی. در همه جای ایران الحمدلله اینجا آزادی است و هیچ مشکل نداره، بسیار جا الحمدلله آزادی است و ما شکر گذاریم، ولی بعضی جا که مشکلات هست اینا برطرف بشه. و من عرایزم را در همینجا بله به پایان برسانم و بیشتر شما را معطل نکنم. انشاءالله باقی مونده چند جمله دعا و بعد اعطای جوائز و بعد
نماز و بعد پذیرایی و انشالله مراسم به پایان میرسه. برای دعا کنین همه دعا و اجازه بدید که دعا را چند جمله دعا بکنم و بعد بقیه مراسم انشالله انجام میگیره. و توصیه‌ای که به خواهران محترمم دارم آن است که انشالله خواهران محترم هم دین خدا را نصرت کنند، انشالله یاری دین بشنوه و رقابت بکنند با همه خواهران دنیا، زنان دنیا که واقعا برای دین زحمت میکشند، برای دین تلاش میکنند، برای دین وقت میگذارند، فرزندانشون را تربیت اسلامی میکنند، پوشش اسلامی را رعایت میکنند و شؤونات اسلامی را همیشه احترام میگذارند و این خواهران مایه افتخار جامعه ما هستند و مایه سربلندی جامعه. زمان ما میتونیم سر بلند بکنیم که جامعه زنان و خواهران مسلمان با عفت باشند، با پوشش اسلامی باشند و از همه مسائل خلاف دور باشند و دنبال علم و دانش و اخلاق و کردار خوب و رفتار خوب باشند. ما توصیه میکنیم خواهرانمون را هم به ایمان و هم به تقوا و هم به پرهیزگاری و توصیه میکنیم همه برادران و خواهران را که در برگشت در سفر هستند دعا میکنیم که به سلامتی برگردند و با توشه تقوا برگردند و تزودوا فإن خیر الزاد التقوا واتقونی یا اولی الالباب. چه آیه تکان دهنده و زیبا است و بهترین زاد سفر ما و توشه سفر ما تقوا باشه و این تقوا را پیشه بگیری که ای صاحبان عقل و اندیشه این برای شما بسیار حیاتی و مهم است. الحمدلله در این ایام همه جا ختم بوده و این جلسات بوده و این جلسات مایه خیر بوده و مایه برکت بوده و امید هست که به برگای الله تعالی اینا قبول بشه. اینها به انسجام ملی، به وحدت ملی کمک میکنن و به حفظ اخوت کمک میکنن و انشاءالله مایه حل مشکلات ها. و توصیه هم به همین طلابی که فارغ میشن همینه که در زندگیشون تقوا را مراعات کنن و ما به شما توصیه میکنیم به هم خواهران و برادران که زاد تقوا را به خود داشته باشید و از تقوا غفلت نکنید. ایمان ما باید پرورش بدیم، تقوا را پرورش بدیم، صداقت و دیانت را پرورش بدیم و همه خوبی ها را پرورش بدیم و همه خرابی ها را باید از خود جدا بکنیم.